عمان شریک خوب جمهوری اسلامی ایران در خاورمیانه بوده، دست کم در مذاکره و میانجیگری با غرب بسیار کمک کننده بوده رفتار عمان. ولی به هر روی کنار گذاشته شدن امارات از توسط ایران در واقع یک تحمیل اراده‌ای بود از طرف ایران، یعنی اولین پیروزی بود که در میز مذاکره ایران به دست آورد، چرا که آمریکایی‌ها تمایل داشتن که این مذاکرات توسط اماراتی‌ها میانجیگری بشه. این تصمیمی که الان، تصمیم تاریخی که الان گرفته شد در تهران و البته در واشنگتن و آقای ویتکاف و عراقچی مذاکراتشون رو شروع کردند، یک کیشومات محسوب میشد نسبت به اروپا، در حدی که آقای ژان نوئل برو میاد میگه که ما هم سهممون رو میخوایم، ما هم میخوایم که تو این مذاکرات منافع امنیتی ما هم دیده بشه. اروپایی‌ها نشون دادن، چه در رابطه با برجام، حتی در جنگ اوکراین، اروپایی‌ها نشون دادن که موضوعیتی ندارن اساساً در فرایندهای روابط بین الملل و انقدر بی اهمیت شده اتحادیه اروپا به عنوان یک بلوک سیاسی نظامی. در رابطه با برجام رفتار اروپایی‌ها آنچنان بود که ایران یک تصمیم تاریخی گرفت و اون همین بود که اروپایی‌ها رو کنار بگذاره. اروپایی‌ها علی‌رغم این هیچ کمکی به ایران نکردند و حتی از دشمنیشون در پرونده‌هایی که داشتیم در سوریه، در پرونده‌های مختلف که در اون سالها روی میز بود، هم در لبنان، در سوریه، نشست دوستان عراق به ابتکار آقای مکرون در عراق، در پرونده‌های مختلف همین آقای مکرون هیچ رفتار همدلانه‌ای یا پالس مثبتی، سیگنال مثبتی به تهران از خودش صادر نکرد. این سکس رو هم که گفتم، کمپانی‌ها یکی یکی خارج شدن و الان میگه که ما در واقع منافع امنیتی داریم در پرونده هسته‌ای ایران. درست میگه، اروپایی‌ها منافع امنیتی دارن و شما نمیتوانید بر سر سفره تامین منافع امنیتیتون بنشینید بدون آنکه تکالیفی رو بر عهده بگیرید و بدون اینکه زمانی که پای تکالیفتون وسط میاد، پای تکالیفتون و مسئولیت‌هاتون در قبال یک معاهده، در قبال یک تفاهم نامه بایستید. اروپایی‌ها این تجربه رو در اذهان تصمیم سازان در تهران ایجاد کردن. اروپا خارج از روند مذاکرات قرار گرفته. این دردناک است برای به ویژه فرانسوی‌ها